سلام علیکم از شهر لیواکان مردم شریف توریکستان. یک خبر خوشی دارم. کاراتکی گام میزنم. امروز محمد اقبال صدرالدین کورنمک ادوکات طلب کرده و گفته که من گражданин توریکستانم. شما حق ندارین که مرا روسیه رو کنین. نو محمد اقبال صدرالدین نیم ساعت پیش گفته بود که من گражданин فرانسیه ام. همین خیلی است مردم شریف توریکستان. در یک هفته اقبال اوج چهارم بار فرارش کردن. یکم بار فرارش کرده بودن 6 ساعت در یک کابینت به پریریف، دویم بار 9 ساعت، سوم بار 18 ساعت، دینم 12 ساعت. خوش کسال میگرفته گفتیم پلیوا این از تروریسم سوالش دادیسن. 5-6 سال در پیش موندگی که تو در بین 2 سال اخیر با همین تروریستا دودگیری خوب داری. تو باید پاکستانی بتی. اقبال امروز ادوکات طلب کرده است. گفته من حق دارم. گفته من کسالیم. گفته من گوموسکسوالیستم که من اگر شما روی کنین وضعیت من بزیر میشه. Право. Eqbol на самом деле ты клоун هستی. Но что Куфаюб باید چی دیگه پیشنهاد میکنه. اقبال نصیب باشه دیم سیوم главный Курнамаки Кабрида پیشنهاد میکنه باید دو заявление دیگه именно برای تو گنیده اقبال انتظار شو. شما را باید что Куфаюб پشت پنجره بره که این مردم در دیگه دولتو آرامانه زندگی کنن. اگر این کار ما نکنیم ایدست این مصر ما خلاصی نداریم. مردم شریف توریکستان زنده باشین. ایسا خوفایو درشی برات سمه بره تا آخیره خوام رفت. تا آخیره من گارانت تو میدم با روزای نزدیک خود چون میبروین گپ میزنن. خیلی که 4 روز پیش من برام گفته بودم که اقبال امنیتی فرانسیا فایل کرده بود. نو اقبال ادکاس کرد گفت که مرا پلیس زنگ زده بود. نو ای بین 18 ساعت گذشت برام در یک شبکه اکستریمیستی گفت که مرا امنیت فایل کرده بود. دوستانی عزیز چیزی که من میگم شما باور کنید. برای که سوخوفایی با فکت دلیل گام میزنه. استاپ تروریسم اکستریمیسم. ما باید برات خوب بریم.